خب بچه‌ها با دیدن این ویدیو شما شدیداً هوس میکنین که یه املت بزنیم و این ویدیو کسی نیست با عمو حسن. آیا از زندگی خود رنج میبری؟ بچه رنج میبرین داشلی که خیلی اصلا پس بیاین تا با عمو حسن آشناتون کنم. اوه جان ویک رفیق فکر کردی گلدمهر به نظر میای، در حالی که اینطور نیست. تو فقط یه کپی بی‌ارزشی. 300 نفر رو جان ویک کشته بود. آمار دقیقی که در بچه حالا این راجب اینه که میگن عمو حسن املتاش به قدری خوشمزه است که هر کی بخوره همونجا میگه اوکی. حالا یه شوخی با اون کردن و بچه عمو حسن کلا به این معروف که با دستاش همه کار میکنه، یعنی دستاش ضد گلوله هست، ضد مواد مضاف هست، نیتروژن سرد هست، دیگه هر چیزی که شما فکر بکنید ضد اونه دیگه، یعنی قوی ترین دستای دنیا رو عمو حسن داره. غذا رو همچین با جون و دل میپزه. بچه نگاه کنید، ادویه رو با دست میزنه، نوشابه بچه خیلی خفن باز میکنه، یه صدای میده و در نوشابه رفت تو چشم عمو حسن. واسه ببینم درست دیدم. قاشقای خیس و همونجور شسته انداخت توی املت. اوکی بچه املت های عمو حسن واقعا خیلی معروفه. یه بار جدی دوستان بچه تستش کنم. نمیدونم عمو حسن کجا میشه، تهرانه؟ بچه‌ای که آدرس عمو حسن دارن حتما بگن. حاجی اجاق روشن، دستت نه. بچه دقت کنین لباس عمو حسن آتیش میگیره اینجا. نگاه ببین این قاشقه میفته میخواد که برداره، لباسشو نگاه کنید. اینا چیه؟ آها رب نیست، ادویه ریخته تو ظرف رب. بچه‌ای که میخوان املت‌های مثل عمو حسن درست کنن باید به ربتون آب جوش بزنید. البته داشلی هم چه میزنه. بچه یه چیز بگم شاید براتون عجیب باشه یا شاید هم اوکی باشه، من هیچ وقت به املت پیاز نمیزنم. تا حالا با پیاز نخوردم. این چیز عجیبیه یا اوکیه؟ من تا حالا نخوردم با پیاز. خیلی آدم خوشرویی هم هست عمو حسن. در نوشابه دیدیم. بعد داشلی چیکار کرد؟ اومد یه ویدیو داد که توش 30 تا روش مختلف برای باز کردن در نوشابه بهتون یاد دادم. اگه ویدیوشو ندیدین بچا برین توی چنل چالش حتما ببینید. رب با پیاز، یه املت مشتی عمو حسن و بابا بنازن دیگه. بچا نمیدونم با پیاز خوشمزه میشه نمیشه. ادویه رو با دست ریخت. واو. به املت‌های عمو حسن یه بار باید تستش کنم خدایی. اوه بچه عمو حسن دیزی هم داره. من فکر میکنم فقط املته. این الان گوش کوبیده است دیگه. اوه به گوش کوبیدهش ادویه هم میزنه و ایول خودش میکوبه. چه خوب برای مشتری مثلا خودش میکوبه و همونجا آماده میکنه. درست چیکار میکنه؟ صافش میکنه. این چی ریختش روش؟ ببین زرده تخم مرغ حاجی. زرده تخم مرغ که نیست، شبیه روغن خود آبگوش. فکر کنم روغنش. آره اوه تعزینم میکنه. مثلا تعزینش که نه واقعا تعزینش کرد. جدی خوبه. خیلی جاها ساده میدن. و اینکه داشلی زیاد با دیزی حال نمیکنه. الان یه دز بچه‌ها میاد کامنت میگن که اوه داشلی نصف عمرت بفناس. بچه من خوردم دیزی ولی خب زیاد حال نمیکنم. نمیدونم چرا کلا با گوشت قرمز زیاد حال نمیکنم. بچه این دوبله شده. خب خواندم که توش نوشته بود املتی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه. املتی که تو رو نکشه تو رو قوی ترش میکنه. بچه پیج اینستاگرام سروش هم پایین میذارم دیگه. فکر کنم پیجشو دیگه همه داشته باشین دیگه. dr_سروش 73 که کارش فوق العاده است. حتما بریم پیج اینستاگرامش هم فالو کنید. اشتباه نکنید این ویدیو دستور به بانک نیست، این ویدیو آشپزیه. اما حسن پدر بهداشت محسوب میشه چون مادر عمو حسن پدر بهداشته. بابا بنازم عمو حسن. آجی اینجا بود رفت تو چشمشا. بچه نگاه کنید. نگاه باز میکنه در بطری رو. بذار اینو من تونتون استوب کنم. در بطری رو نگاه کنید. لب مرز عمو حسن. و چی؟ تخ پیشنهاد داده که به ارتش این کشور بپیونده تا با املتاش به صورت شیمیایی از جلو و با ترکیب‌های در نوشابه‌اش به صورت فیزیکی از عقب سربازای روس از پا در بیارن. بچه همونطور که شنیدین عمو حسن عضو ارتش شده که داره سربازای روس رو میکشه. ایول هر 20000 کیلومتر عوض میکنه و با بیل گیت هر 20000 کیلومتر روغنش عوض میکنه. تو پروژه کنترل کاهش جمعیت کره زمین همکاری. خب بچه ها همونطور که متوجه شدین عمو حسن ما عضو ایلومیناتیه. بچه نکنه واقعا دور چی میشه ها؟ یه لحظه راجبش فکر کنین. عمو حسن ایلومیناتی برای کنترل جمعیت دنیا. فضایی و موجودات بیگانه کار آشنا میکنن و قلیان. در واقع چیزی که عمو حسن درست میکنه فست فود نیست، لست فوده. شام آخر اگه شما مشکلات عاطفی رنج میبرید به اینجا مراجعه کنید تا ادامه زندگی راحت‌تر براتون غیر ممکن بشه. خب بچه برای اینکه کل مشکلات زندگیتون حل شه میتونیم بریم پیش عمو حسن و تو املت بذاریم. باشه این دستشو رو رنده میکشه. اشو دستای عمو حسن رو میبینیم بچه ماشاءالله. دسته املت از دستاش میباره.
املت پیازی. بچه من با پیاز نخوردم، یه بار باید تستش کنم. اول بسم الله با سرنوشایی میخوام یکی از ماهواره‌های استارلینک ایلان ماسک رو براتون اما حسنی کنم که بابا اما حسن با در نوشابه داره ماهواره استارلینک رو میزنه. سرویس ادویجات مرگ رو مشاهده میکنید در حال سرویس غنیسازی ادویجات مرگ. کار جدید در راه برای کاهش جمعیت دنیا. یکی از آشپزهای گلدن همه اینو تیپ میگن داخل همه هستم. میگن که جای داره من که کنترل ماهی دلمه. جمعیت آخرین دنیا باری میکنه. که دستمو شستم فکر کنم سیاوش گومشی شامپو نرم کننده شاید باورش سخت باشه. آخر بار که دستامو کشتم سیاوش گومشی شامپوی نرم کن. سیاوش گومشی که کچله. اوه بربری اون چیه؟ نون شیرمال داره میده. بربریه؟ بربری اینجا این شکلی نیست. اوه بچه اما حسن در نوشابه باز میکنه. این به بچه هم یاد داده دیگه. بچه ها من مرد گندست بهش میگم بچه ها. او این روغن بود بچه ها روشون میریخت. من میگم اوه چقدر دیزی داره. اما حسن دیزی بازه. آجی اینا چیه درست میکنی خدای بابی؟ اینو الان چجوری از اما حسن فیلم گرفتین؟ یا واقعا رفتن فیلم گرفتن؟ امو اوه چه ادیتی پشمو. آقا من توی این 3 سال فعالیتم 3 سال یا 2.5 سال فعالیتم توی یوتیوب همچین ادیتی توی ویدیوام نداشتم و اما حسن اول کاری ادیتور رو گرفت. ادیتورها یاد بگیریم. بابا تو چیکار داری می‌کنی تو؟ با دست نمی‌شم بزنی؟ با دست نباید هم بزنی متوجه نیستی تو. یه با دست نباید هم بزنیم تو متوجه نیستی. اما حسن پس آبدوغ خیارم بلده. اوه اما حسن رو با کت شلوار ندیده بودم. با همون دستو ویدیو هم پیج زده بچه. اما حسن پیج داره چون الان همه هرچی میشه سری میان یه پیج میزنن. میخوام اینم اما حسن آبدو خیار. بله بابا اما حسن آبدوغ خیار میخواد بزنه. اوه آبدوغ دوغ آبلی وای. ادیتور دلم خواست بچه کسایی که عاشق آبدوغ خیارن توی کامنت ها استیکر آبدوغ خیار نداریم اوکی. کامنت ها یه استیکر یه چیز سفید رنگ بزنین. حالا هر چیزی میتونه بشه مثل این که ادیتور گذاشته. اون نشون میده که شما عاشق آبدوغ خیارین. مندلیوف این باز هست. عناصر جدول مندلیوف. حالا این جدول هم بچه‌ای که نمیدونن هرچی عنصر توی جهان هست اینه اینجا. گارچه وای خدا. میگه گارچه من خیلی خوبه. همه‌شون از لستافاس گرفتم. یه فیلم لستافاس هم خصوصی دارم از سنی وزیر بود. بهداشت. سر همین دیگه دنبال من نمیاد. یه فیلم خصوصی وای. شاید به نظر کثیفه ولی باطنش واقعا تمیزه. آدرسمون هم سرراسته. بلند میشی میای گرگان خط اصال مشتری قبلی رو. بچه این فکر کنم دوبلورش پیج گرگانی دات باش. فکر کنم پیجشون این باشه. حتما برید از پیجشون حمایت کنین. آیدیش هم این پایین میاد. علیک شد جان اشتباه میکنی. آیدی اصلیش ممنتوه. تو چند یوتیوب بالی 100 کو دارن. نمیدونم تو این حساب چقدر فالو دارن. دوبلش خیلی باحاله. تا بالا این پیج رو ندیده بازمانده بودم. هم راضیم به خدا آقا. وای خیلی خوبه. رسیدن به خدا بعد از پراید خود. آقا 20 سال پیش با من دست داد. من هنوزم که هنوزه مزه دارم. الان دیگه اوه همه اصلا تمیز میکنه. خدایی تمیزه. نه بچه تمیزه جدی نگاه کنی. ای اینجا چرا ترکیده؟ اما اصلا چه صدایی میده. بچه باورتون شاید نشه ولی من شدید دلم املت میخواد. اوه پوست تخم مرغ دیدین افتاد توش. نگاه بچه. اب نداره کسی ندید برو اون بر. چشمک میزنه اما اصلا نگاه. اوه بربری وای بچه من شدید عشق بربریم. یعنی بربری نون تافتون نمیدونم سنگک نون لواش همشو بذاری فقط بربری. یه لول دیگه است بربری. شما حتما نون مورد علاقتون توی کامنت ها بنویسین ولی بربری چه کوچولو. هر زمانی احساس ناامیدی کردید برید پیش اما حسن. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو می‌بینید توی کامنت های قلب قرمز بذارین ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن و بچه‌ها بگید ببینم اما حسن اصلا کجا زندگی می‌کنه. داشلی اگه تونست حتما میره یه بار پیشش رو یه املت می‌خوره. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن حتما روشن کنید که ویدیوهای خفن تو راهه. پیج اینستاگرام هم آیدیش الیکس شاته. حتما اگه دوست داشتین فالو کنید و سرور دیسکورد هم توی دیسکریپشن هست. اگه دوست داشتین جوین بشین. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما برو ببین که خیلی ویدیوهای خفنیه. تا ویدیو دیگه بدرود.